امروز ما در وست‌وود هستیم و واقعا جای همگی خالی. یکی از بهترین عیدا بوده چون خواهرم اومده، دخترم هم هستن، اینجا دور و بر هم هستیم و خیلی به ما دل خوش می‌گذره. ان شاءالله که به شما هم هر جا که هستیم بهتون خوش بگذره. همه هموطنان گلمون تو ایران مبارک باشه. امیدوارم سال خیلی خوبی باشه برای همتون، پر از شادی، سلامتی. دیگه از طرف ما عیدتون مبارک از وست‌وود کالیفرنیا. در این نوروز کیاسونت آرند که خوش شود در این نوروز کیاسونت آرند که خوش شود گل خوشبختی رسید الهی سال نو شد و فرمانده باشد گل خوشبختی رسید الهی سال نو نوروز رو به همه شما در هر کجای دنیا که هستید تبریک میگم. امیدوارم که بیایید و به ما ایرانیان پر افتخار لس آنجلس ملحق بشیم و بدونید که چقدر خوشحال هستیم که در چنین بهشتی زندگی میکنیم که این همه آزادی داریم، این همه قدرت داریم، میتونیم خیابون وست‌وود رو ببندیم از یک صبح تا یک عصر و تمام بیزنس های دور و برمون هم هموطنانمون باشن. سلام، من مهران خلیلی هستم از شرکت فایتو سالور. ما واسه هموطنان عزیز کردیت فر انجام میدیم. امسال توی وست‌وود هستیم. سال 2016 آقای بیژن خلیلی خیلی زحمت کشیدن و خیابونا رو بستیم و سلبریشن نوروز هستش و خوشحال هستیم که در هموطنان عزیز کمک کنیم توی جامعه ایرانی. شرکت ما هستش فایتو سالور. خوشحال شدم. سال نو مبارک برم. حالا دور منی توی تنیانم از دل عاشق من دل میکنیانم بگو هنوز مال منی عشق منیانم نکنه خدا نکنه نکنی یادم نکنه نکنه به چشم نکنم نکنه تو من به خبری باشه نکنه دل ما بگری سال نو به همه عزیزان ایرانی مبارک. هر سالتون، هر روزتون پیروز، سالتون نوروز، همه خوبی و خوشی و موفقیت واسه همگی. نمیشه به روز نیارم اومد و خوبه تو ساختم ولی ندیگه کسیش ندارم هوایی شدی خواستی که من رو دورت کنی تو دلت نبود بزنی زارو کنی کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روز نیارم اومد و خوبه تو ساختم ولی ندیگه کسیش ندارم. سلام عرض میکنم، عید همگی مبارک. ممنونم از فرصتی که به من دادید. بعد از تبریک عید برنامه‌ای مخصوص گروه IAPA و دکتر نانوتو پیرنیا که خودم باشم در المپیک کلشن روز 17 اپریل از ساعت 4 تا 7 با همکاری کمدین عزیزمون تهران و با همکاری متخصصین
در رابطه با مشکلات، خطرها و مسائلی که روی اینترنت، فیسبوک، اینستاگرام و تمام در واقع سوشل میدیا و رسانه‌های گروهی که بچه‌ها و فامیل بهش اکسس دارن صحبت میکنن. صحبت باتون داریم. خواهش میکنم که زودتر جای خودتون رو تهیه کنین. برنامه 17 اپریل یک شنبه از 4 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن در لس آنجلس هست. تلفن تماس 310 286 1480 و یا iranianhotline.com. سال نو رو به تمام هموطنامون در هر جای دنیا که هستن تبریک میگیم و انشالله که سالی پر از شادی و سرور و پیشرفت و موفقیت باشه برای سال نو مبارک با آزادی ملت ایران. و امروز ما واسه دید و بازدید عید به وست‌وود اومدیم. اینجا معمولاً اولین یک شنبه هر سال جشن میگیرند. ما هم به همین مناسبت اومدیم. امیدوارم که همیشه شادی در بین ایرانی‌ها باشه. سال نو رو به تمام ایرانی‌ها تبریک میگم. سالی پربار و شادی و تندرستی و هم با سلامتی برای همه آرزو می‌کنم. و امیدوارم که این سال سالی باشه که مملکت ما با هماهنگی که داره پیش میره یه سال برای همه خوب باشه و بتونن که در آرامش زندگی کنن. عیدت مبارک باشه. عید همگی مبارک باشه. امیدوارم تمام این زندانیای ایران که تو زندانن دعا میکنن، من دعای منم برای اوناست. تبریک میگم سال نو رو به همه ایرانیای عزیز، چه در امریکا و چه در خارج از کشور. امروز روزی هستش که ما ایرانی‌ها همه دور هم جمع شدیم، تبریکات سال نو رو به هم دیگه بدیم و برای همتون آرزوی موفقیت و پیروزی می‌کنم. شاد و خرم. کتاب برای کی داری امضا می‌کنی؟ خانم یلدا لطف کردن کتابو دارم امضا می‌کنم. برای هدیه بهش بدی؟ نه شما کتابو گرفتم. مرسی عزیزم. عیدتون مبارک. سلام به تمام ایرانیای عزیز. نوروز 1395 رو به تمام شما عزیزان تبریک میگم. هپی نیو ایر. درود به همه هموطنان گرامی. سال جدید رو تبریک میگم. روز باستانی که یادگاری از نیاکان ما هست و افتخاری هست برای همه ایرانیان در سراسر دنیا که این سال طبیعی رو با جشن بگیریم. این نشانه ملیت ایرانی. خانم یلدا خانم بسیار زیبای ایرانی که من افتخار همکاری باشون داشتم در
میس ایجا یو اس ای و میسیز ایجا یو اس ای شما همینجا رئیس کالیفرنیا انتخاب شدن به حق برای زیبایی که دارن و همینطور خانم بسیار تالنتد و مهربان و بسیار دوست داشته با تایتلی که داریم به عنوان میسیز کالیفرنیا میسیز ایجا یو اس ای باعث افتخار بیشتر جامعه ایرانی بشه چنانچه هستیم چون برنده شد. تشکر. ممنون. سال شما هم مبارک باشه. تشکر. شما به عنوان پرژن بیوتی کوین خواهیم انشالله در مراسمشون باشه. با کمال بازم نوروز شاد باش میگم و سالی خوش پرثمر و آزادی برای وطن عزیزمان ایران آرزو می‌کنم. نوروز مبارک. نوروز الهی من فدا فدای اون شم خدا میدم بدونی دلی رو بخوا من بیا دل دارو بیا دل تو دادم گرفتم یا تو عطر موهان دوباره به تنم جون بده یا تو گردیه موزه تو به نمت اومده بگی دست محبت از من ما خسته موردی بذارم به مولم همه با الهی من فدا فدای اون چشم خدا میدم بدونی که میگیرم بقا حالا یا من بیا دل دارم بیا